بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، امیدوار هستیم که انشاءالله جور و صحت سلامت باشین. برادران عزیز، همیشه ما و شما میبینیم که این دین ستیز ها و این حکام ظالم بدین یک گپی را همیشه بیان میکنن و در تبلیغات های خودشان، در اخبارها، در تمام گفتارهای آنها این سخن همیشه ذکر می شود و این سخن را همیشه در ذهن مردم بگیم دار میتین تا که مردم ذهن سازی بشن، مردم به این اعتقاد و باور باشند، به این اعتقاد و باوری که آنها میخواهند. همیشه این حکام های ظالم و بدین به خاطر اینکه این حکومت ظالمشان و این حکومت شخصی خودشان، به خاطر اون هدف شخصی خودشان، به خاطر شکم خودشان، به خاطر سربده و عیش نوش خودشان چیکار میکنن؟ به خاطر اینکه این باقی بماند، همیشه اون کسایی که حقیقت میخواهن برای مردم بیان بکنن و مردم میخواهن که از زیر ظلم اینها بیرون بکشانن و مردم میخواهن که از زیر عبادت بنده به سوی عبادت خالقشان باز بگردانن و مردم و او کسایی میخواهن مردم از ظلم ادیان باطل به سوی فراخی و عدالت دین اسلام بکشانند، اینها را همیشه بد نشان میتین و یک نقطه را همیشه زیاد تکرار میکنن و میگن تا اینکه مردم نسبت چنین انسانهای بدگمان باشند و به اینها همکاری نکنند. اون نقطه چی هست؟ اینها او تروریست دهشت افکن اینها دیگه برطرف شد، چون که مردم تروریست شناختند، مردم دهشت افکن شناختند، مردم دشمن شناختند. مردم تاجه این حادثه هایی که در غزه شد، این حادثه هایی که در شب و روز تیر می شود در این حکومت های ظالم، این حادثه ها واقعیت ها را برای مردم بیان کرد و یک پرده را برداشت از چهره این حکام های ظالم که مردم متوجه شدند که در اصل تروریست و در اصل حکام ظالم و در اصل دهشت افکن کی هست. باز یک نقطه دیگر همیشه این حکام های ظالم بیان میکنن و بالخصوص این حکام ظالم ما و شما. این چی میگه؟ همیشه ما و شما را دشمن ملت، خائن ملت و این سخن همیشه بیان میکنن و تا جایی که میبینیم بعضی از برادرای ما و شما که متاسفانه آگاهی ندارن از اصل، میخیزند از زیر کامنتری ها می نویسند که شما بگذاریم، شما دشمن ملت هستین، شما با ملت چیکار دارین؟ آیا ملت تاجیکستان مسلمان نیست؟ شما بر علیه مسلمان ها جنگ میکنین. برادر عزیز، این پیام من به شما هست و خوب گوش بکنید، دقیق گوش بگیریم و باندیشیم و این سخن از زبان ما بشنویم، نه اینکه از زبان دشمن ما، نه اینکه از زبان او کسی که میخواه که همیشه شما غلام باشین، میخواه که همیشه او بالای سر شما حکومت بکنه و میخواه که شما بدین باشین. سخن آنها را شما در حق ما گوش نگیرین، سخن ما را از خودمان گوش بگیرین که ما کی هستیم و چی میخواهیم. برادر عزیز، ما دشمن شما نیستیم و ما با این ملت هیچ دشمنی نداریم و بلکه این تمام مبارزات ما و این تمام سعی و کوشش ما به خاطر نجات این ملت هست. در هیچ جای ما اعلان جنگ بر علیه این ملت کردگی نیستیم. پس شما گفتارهای ما را همیشه دقیق گوش بگیرین که ما در کجا اعلان جنگ و اعلان دشمنی بر این ملت کردگی هستیم. دشمنی ما، مبارزه ما، جنگ ما همش بر علیه این حکام ها هست و خاصتا این حکامی که فعلا در وطن ما و شما هست. ما با این حکام مشکل داریم، چون که این حکام دشمنی ملت است، دشمنی دین است و دشمنی الله عزوجل است و ما مسلمان هستیم و ما بنده الله هستیم و ما باید از الله پیروی بکنیم و ما یک قانون داریم که کلام الله عزوجل است
اون کلام الله عزوجل برای ما دستور میده که ما در برابر چنین حکام ظالم بدین باید ایستاد بشیم. دشمنی ما به این حکام است. پس برادر عزیز، ما دشمنی شما نیستیم. ما میخوایم شما در آزادی، در یک فضای آزاد، در یک فضای عدل و انصاف زندگی بکنیم. واقعیت است که نسل نوین ما و شمالی تا به حال آزادی را دیدگی نیست و همه خاطر همیشه به این تصور از فکر میکنه که دیگر آزادی همی است. از این کرده آزادی نمی شود. چگونه آزاد هستی؟ چگونه زندگی داری؟ تا همچو یک فرد مسلمان احساس بکن. ببین همچو یک مسلمان هستی، یک مسلمان ببین که تو چی باید بکنی و در کدام فضا تو باید زندگی بکنی و تو فعلا چی کار کرده رایستی و در کدام فضا هستی. باید تا جوان مسلمان دینی تو باید آزاد باشه و تو باید به دستورای الله عزوجل چنگ بزنی و فرامین الله عزوجل باید تو عمل بکنی. آیا تو آزاد هستی در این؟ حتی تو نمیتونی که نماز تا به طریقه درست بخوانی. یک کسی برای من همراهش صحبت شدیم، اون شخصیت گفت من در بازاری دهقان بازار بود والله الان در کجای بود یا که گپرزین بود از یادم رفت. گفت خلاصه در آنجا بودیم، از یک کسی پرسان کردم که وقتی نماز هستی، گفتم جای نماز تبته من نماز بخوانم. این طرف و طرف نگاه کرد، گفت که نمیتونم داده. چرا نمیتونی داده؟ گفت پرسان کرد. گفت شاید کسی نظارت کرده است باشه، به خاطری که من تر جای نماز بتم برای من مشکلات می شود. به این حد این حکام ظالم بدین فضای تر تنگ کرده است که حتی تو نه اینکه تو در جامعه نماز بخوانی، بلکه تو یک کسی را جای نماز داده نمیتونی. به حد می ترسی. پس دین ما باید آزاد باشه. ما مسلمان هستیم. ما باید به فرامین و دستور الله عزوجل زندگی بکنیم. این جنبه دینیش است. آیا از لحاظ دینی آزاد هستی؟ اگر بگوی بله آزاد هستم، دروغ میگوی. از جنبه دنیاییش نگاه بکنیم. تو چگونه آزاد هستی که تو وقتی خوبی تا میره در غلامی در روسیه میگذرانی، همیشه از پدر و مادر، از وطن، از خویش اقارب همیشه دور هستی. چگونه آزادی هست؟ و تو حتی نمیتونی در همین حالت به این درجه رسیدگی است که تو در داخل اینترنت نمیتونی که داخل بشی و آن چیزی را که تو تقاضا داری، ایمانی تو تقاضا داره و تو فکر اندیشه تو تقاضا داره، تو نمیتونی که او را سیر تماشا بکنی. میترسی. تو نمیتونی که به یک اهل علم در تماس برو یک مسائل دینی تا پرسان بکنی. میترسی. پس چگونه تو آزاد هستی؟ پس متوجه باشه جوان، این مردم که ما میخوایم که نمی ظلم، نمی چتر ظلمی که در بالای سر شما هست و با کمک و توفیق الله عزوجل این چتر ظلم از بالای سر شما دور بکنید و شما در فضای امن و آرام و در یک فضای آزادی بتونید که به دینتان عمل بکنین و به دینتان چنگ بزنین و دینتان بفهمین. وقتی که دینتان فهمیدین، جامعه آباد می شود، جامعه ترقی و پیشرفت میکنه و این دنیا و آخرتان آباد می باشه. پس همین متوجه باشین که ما با ملت، با این مردم هیچ مشکلی نداریم و تمام کوشش و سعی و تلاش ما به خاطر نجات این مردم است و به خاطر نجات این ملت است. پس این نقطه را متوجه باشین و از خود ما بشنوین و همیشه گپی دشمن گوش نگیرین و باور نکنین، چون که اون دشمن کسی است که میخواهد
همیشه بالای شما حکومت بکنه و شما همیشه غلام باشین و او همیشه نسل او و همو خیش اقاربی او بالا و بالا باشه و دستور، فرمان، ترقی، پیشرفت بگیم همه بایگری در دست آنها باشه. اما شما همیشه غلام، دور از پدر، دور از مادر، دور از وطن، دور از خیش اقارب، همیشه غلام زندگی بکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.